یادتونه قدیما میگفتن طرف پول و پله‌ای نداره ولی خیلی اعتبار داره. تو آمریکا اعتبار همون کردیته. از خرید خونه رویایی و ماشین دلخواه گرفته تا دریافت وام شخصی و بیزینسی و کردیت کارت، اونم با بهره پایین، همگی نیازمند کردیت و اعتبار خوب هستن. ما برای ساخت این اعتبار در کنار شما هستیم. از مذاکره با بانک‌ها برای کاهش اصل و بهره بدهی‌ها گرفته تا اصلاح کردیت ریپورت و افزایش کردیت اسکور، ما با شما خواهیم بود تا کردیت شما ساخته یا بازسازی بشه. کردیت شما دارایی شماست. از داراییتون محافظت کنید. برای کاهش بدهی، افزایش کردیت اسکور و بهبود شرایط کردیتتون با من صدف امیدی در ارتباط باشید. صدف امیدی با سالها تجربه و اعتبار شناخته شده در امور فایننس و کردیت. برای دریافت مشاوره در زمینه افزایش کردیت اسکور و کاهش اصل و بهره بدهی کردیت کارت ها با شماره 818 232 7111 تماس بگیرید.